دوستان عزیز در قصبه اون شرک ها رو میبینید دوستان عزیز. اون بلاک های خواجه رواش هست و این سرک هم سرک موتر فروشی های قصبه میگن که یک سرک هم متعامل. این سرک مستقیم برید میره طرف دی سبز و زیارت پاکش هست و مردم دیگه میینه از اینجا خرید میکنن. نیم شهرک خواجه رواش قصبه دیگه. دوستان عزیز شما ببینید از این اکثر چقدر بلاک ها زیبا و مقبول است. بزرگ هم مثلا دوستان عزیز نه که کوچک بلاک های طرف زیادتر است، بازار هم بزرگتر میشه. سلام و درود نصار شما خوبان و عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند و سرحال باشین و از زندگیتان هم در خوبی خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی و عزیز در مربوطات ناحیه 15 هم هستیم اگر اشتباه نکنم، در خواجه رواش شهر کابل. دوستان عزیز در قصبه اون شرک ها رو میبینید دوستان عزیز. اون بلاک های خواجه رواش هست و این سرک هم سرک موتر فروشی های قصبه میگن که یک سرک هم متعامل. این سرک مستقیم برید میره طرف دی سبز و زیارت پاچاسای پای منار و همون طرف ها دیگه. دوستان عزیز این سرک قدر بیربار نیست، فرصت هست شاید پایینا بیربار شوه دیگه. نمیفهم بریم بیشتر ببینیم که چی هست و چی هم نی. این دوستان عزیز سرک شهرک خواجه رواش هست که واقعا دوستان عزیز یک در از شهر دور است اما یکی از بهترین جاهای کابل است. شما باور کنید خصوصا طرفای دیگر و طرفای شام اینجا جز بهترین مناطق کابل میشه. دقیقاً همینطور یک سرک دوستان یک جایی در کوتل خیرخانم به نام شهرک مشمر غلام مثلا ما آپارتمانان ای سکسای تفریحی هست اما اینجا واقعا بسیار زیبا و مقبول است. نگفتن امانه که واقعا دارم تو طرفای دیگر یا صبح که بیاید دل آدم تو تازه میشه دوستان. شهرک رهایشی خواجه رواش خارگوته. اینجا میگه دوستان عزیز بازارکش هست و مردم دیگه میینه از اینجا خرید میکنن. نیم شهرک خواجه رواش قصبه دیگه. اونجا دوستان عزیز بلاک هایش هست، بلاک های قصبه. حال پیشتر بریم دوستان اگر دوستان عزیز بلاک ها را از نزدیک براتون نشون میدم. اینجا خونه میشه به خاطر که چی میگن دور است یک ذره بلاک ها. این سرک اولش هست. حالا پیشتر بریم نگاهشون میشه. بچه هم از مکتب رخصت شدن و به طرف خانه میرن. آفتاب امروز دوستان عزیز گرم و سوزان هست. میدان والیبال، فوتبال، مسجد جامعه، پاهنتون شخصی البته دوستان عزیز، مکتب دولتی و شخصی خواردوش است.
در این منطقه همه چیز دیگه موجود است. یک منطقه مکمل از دوستان عزیز. اما بیگانه گفتم بدی که داره ای که از امی شهر، از مرکز شهر دیگه دوستان عزیز، مرکز کابل یک ذره یک دور است، یک ذره نه که بسیار دور است. یا مسجد از دوستان عزیز، مسجد مرحوم حاجی اسمش رفتن سبحانه. خب یک مسجد که زیبا و مقبول ساخته شده. این دوستان از بلاک ها اینجا شروع میشه. ببینین یک رسته شد تو بلاک های زیبا و مقبول هم تو هست. یه دیگه بازار بزرگتر میشه دوستان عزیز، به خاطر که بلاک‌های طرف زیادتر است بازارم بزرگتر میشه. هم دوستان عزیز بلاک های خواجه رواش یا همون قصبه واقعا دوستان عزیز زیبا هستن. از یه موترها دیگه دوستان زیادتر طرف چهارراه شهید و 500 فامیلی میرن. لین موترها موجود بود از اونجا است، چهارراه شهید و 500 فامیلی. موترهای قصبه و خواجه رواش و ده سبز هم هست دیگه. رئیس عالی خصوصی قهرمان من بادرنگ هم دوستان عزیز ارزان شد بالاخره. کیلوی 20 افغانی، 2 کیلوش 30 افغانی. یعنی اگه 2 کیلو بخریم براتون کیلوی 15 افغانی حساب میکنم. این موترهای چینایی از دوستان عزیز که تازه در افغانستان وارد شدن. طرف هم دوستان عزیز بلاک های که براتون گفتم، بلاک های رهایشی قصبه این قسمت هست. دوستان عزیز شما ببینید از این اکثر چقدر بلاک ها زیبا و مقبول است. بزرگ هم هستن دوستان عزیز، نه که کوچک باشن با یک دو سه فامیل و فامیل های زیاد است، بزرگ هستن. خب دوستان عزیز انشاءالله که از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کرده در کانال هم شما سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همگی تنه به الله متعال پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. روز روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همگیتان.